حسرت چیو میخوری عزیز من؟ حسرت زندگی مردمو؟ کدوم مردم؟ کدوم زندگی؟ زندگی که تو فقط یه بخشی از اونو میبینی؟ یه خانومی یه استوری گذاشته بود پاهای یه توپال یه بچه‌ای رو و زیرش نوشته بود نوبتی بیایید گاز بگیرید. یه آقایی دستاشو باز کرده بود روی یه قله ایستاده بود و نوشته بود زندگی یعنی فتح قله ها. یه خانومی عکس از یه سویچ گذاشته بود و زیرش نوشته بود کادوی تولدم که همسرم بهم داده. و ما هیچ کدوممون نمیدونیم پشت این استوری ها، پشت این پست ها، پشت این عکس ها و ویدیو ها چه چیزایی میگذره، واقعیت چیه. تو حالت مثبتش اگه فکر کنیم، اون بچه‌ای که عکسشو گذاشته و شما داری حسرت میخوری به داشتن بچه، اون بچه فقط پاهای توپال نداره، اون بچه مسئولیت میخواد، تربیت میخواد. اون آقایی که روی قله عکسشو گذاشته خیلی زحمت کشیده که به نوک اون قله رسیده. ما اون زحمتشو که نمیبینیم، فقط عکسشو دیدیم و گفتیم وای کاش منم رو اون قله بودم، چرا من نمیرم. و اون خانمی که عکس سویچ گذاشته شاید 1000 تا قرض و قوله کرده که اونو بخره. و غیر از همه اینها از کجا میدونی که اون عکسی که برای تو گذاشته پشتش چه داستانیه؟ آیا واقعا واقعیت داره؟ تو از تمام واقعیت زندگی اون خبر نداری. پس هیچ وقت خودت رو مقایسه نکن، حتی با خواهر و برادرت. این فضای مجازی باعث شد که ما به زندگی اسلایدی بقیه حسرت بخوریم، چرا که باورش کردیم و اومدیم بخش هایی از زندگی یک نفر رو که حتی ممکن بود دروغ باشه با واقعیت زندگی خودمون مقایسه کردیم. پس دوست من دیگه هیچ وقت خودت رو با هیچ کس مقایسه نکن.